کسا چون دیگه جنین ده که میچو چی بکنی ایشیا امیر ارسلان آزاد کنی شبا وجه هل کسا بال مرسا کشود مرگت ملما بدن انگشت زلیخا بریکت یوسف گل پیرهن صفحه صندوق چرخ گشت نگو نساز باز کرد برون مار صبح مهر از دهن خاتم زرین که داد دست سلیمان به باد صبح به صحرا فتاد از گلوی آهرمن در درایگاه روچه عالمتاب پیرمرد زاهد جاگه پا داد به تدارک عروسی مشغول بی تمام کشیشان مشغول چراگان و خدمات دیگه بیتن در نزدیک عصر شیرگویا پیرمرد هزار کت و گوشت برو در خزانه جوار قیمتی لایکه و سر و بر مامونی رو ببنده و دانا بیار و آیا درست مشاطه بکن پیرمرد عرض کو بچم بیرون را وارد خزانه به جواهرام چه صندوق دنه یار تا آج که تماما چه بهتر به نظرات کن خوانچه دیتن لوازم آرایشی چه هر کبیر حاضر کد به خدمت مامونی را برد گوشت ملکه باید آرایش کن لیکن باید هنچو و تار جلوه دهی که آرایش کنه که به یک نظر عقل چه حرامزاده سرا ببره مامونی را گوشت به چمام پاد در برابر آینه نشت و تار آرایشی کد پیرمرد رنا را تمام گنبد چراغان کلابشی روشن کتن تمام کشیشان مرخص کد تمام وقتی منزلان رفتن تو تاکید خداوند هستی که اگر مورچه در کلاه ببی مایه بگند و سرایی چه بدن نیوشی جدای کنم کشیشان همگی به منزلان وقتی رفتن دران بروی وقت بستن چهار طرف هم آصف وزیر صد اپریت آهسته دیم در حول و هوش کلاه در بالای کو در میان جنگلان پنهان بیتن با آن دستور داده که هر وقت چه برج کلاه آس چسبی تمام در کلاه برچن هرچه امیر ارسلان پیرمرد زاهد بگوشی بجا بیارن اپریتا هم با گفته آصف وزیر رفتن در جنگل پنهان بیتن و منتظر شعله آس بیتن چه ای طرف هم پیرمرد کشیشان و کلاه دنا کتان تو همه که کلاه خلوت دید در کلاه صد اپریت که کشیش مکشغتان پیرمرد دید پادت کن تعظیم کو گوشتی جماعت حکم چه مصدر جلال خداوند هستیم شما این شپی همگی مرخصی چون خداوند این شپی عروسی هستیم شما را مرخصی کده که بروی در مکانان و تیگن و جنینان در عیش و عشرت ببی اتفاقا یا افریتان مدتی بیته چه اهل و عیال و وطی جدا بیته کتا همه که ای حبر عشقت خوشحال بیته پیرمرد دعا کد بعد متنور دور دا هر یک که به مکان وط رفت پیرمرد در قلعه محکم بست و رفت وجه کی وشی وجه مزنه مشک بازه رفت مشک شراب کونه که در انباران سرایان که بلورین رد کرده و مزه و سال مکاوه سینی چتن به خدمت خداوندی برتن خداوند گوشت پیرمرد طاقت منی تاک بیته مامونیر کنه پیرمرد عرض کو قربان بوان مامونیر و تارا ما آرایش کنگه و کهتے شما کموکه هم مای بنوشی الان کهتے یعنی کار نی وجا شیر گویا حرامزاده چه شدت عشقه محبت که هسته جامان پای در پای من نوشگاه هر ساعت فریادی جد پیرمرد من که مرتم پس چرا مامونی را تو نیاره پیرمرد گو آرایش تمام نبیته بیتن کہتے صبر کن تا شیرگویا حرامزاده کاملا مست بید
انچو که چه مستی سر چه پا دیوتی پجا نیاد. پیرمرد به خدمت مامونی رفت. دیتی چو قرص آفتاب و تارا هفت کلم آرایشی کتا. طوری که عقل چه سر پیرمرد پرد گوشتی ملکه. پادا داماد منتظر مامونی را گوشت الهی خاناتی خراب ببی که آخر منا به دست ای ولن زنا گرفتار کده. پیرمرد کو ملکه خاطر جمع ببه. با خدای لا شریک نتونته ید به تو دست درازی بکن. پادا مامونی را خواهی نخواهی چون سر و آزاد نخل تو با. جاگه پادا پیرمرد جلو مامونی ما پشتا رفتن. داخل گنبد بیتن. چم شیرگویا پدرا بیتن که دیتی برافکنده از خرق نقابی. عیان شد در دل شب آفتابی. بلا و فتنه چاوشان راهش. اجل فرمانبر چشم سیاهش. و ماز گندگا انگار دنیای با یوشیدات نزدیک بوده که چزاوکا دلای بترکی. پیرمرد آهسته با مامونی را گوشت تعظیم بکن آقدر خودداری بکن که من برو امیر ارسلان بیارم. اونجا مامونیر در برابر خداوند تعظیم کو. پیرمرد زیر بازو گپ برتی بالای تک کرد دست خداوندی ننده. وطن در برابر تعظیم کو تو در نارد. به شتابان تد که در زندانی پچکو. امیر ارسلان چه بنده نجات دا و گوشتی قربان بمان. زیت و طرف برسین مبادا ای حرام زاده بلای بسر مامونیر بیاری. امیر ارسلان دیگه سر تا پا دوتی پچانیان گوشتی خانه دی خراب ببی. هنی منه خبر کنه اگر ای حرام زاده مامونیر زایا کتا چی ترا کشم. به صورت اجل دا پشت پرده رفت. امیر ارسلان پرده سورا کت سری به اما سورا که روزنه نهار دیدی که مامونیر که را دسته شیرگویا نشته. سری به چهره دور داده. شیرگویا قربانو صدقه رام و گوشنگ نازنین تی بلا پا من جانم ما خداوند رو زمین و پرچی منا نلوٹه. هرچی بلوٹه تی واسطه ما موجود کنو. مامونی را سر چسکا گوشتی مزانو تو خداوند رو زمینه هر چیزی تر هستین لیکن تو جناور درنده ای هسته. من چطور ترسون شیرگویا کاکا کندت گوشتی نازنین تساکد تی قربان بون صدقتی بون. من شیر درنده ای نام مثل تو چه طرفه بنی جان هستم. چه جاگه پادت گوشی اسم یا وردی وانتی با وطار دمی کو. یه چرخشی که وارتی پوست شیر وجه چه بدن آیه به یک طرف کپ. ناگان چم امیر ارسلان بهرامزاده گنده پیر یا کپت که 70 زر کدی هسته. لباس مرسین شرین وشی پوشتگتی. ریش اسپیتن هنچو بلند مزنتن تا به ناپا یک رستگتن. صورتی مثل مرکب سیاه. چمانی هنچو سورتن برگشته چون یک کاسه پرخون. به محض که مامونی را آیدید نزدیک بود که زهره بترکی و طرف پشتا کشتی. شیر گویای حرامزاده طاقت نیارد. دست دورده بنده دست مامونی را گرفت. پیش کشد که لورتی لبا چو شاخ حجامت به صورتا یعنی بچسبینی که آیا در بر بگیرید مامونی را بنا کو دست پا جنک. چمان شیرگویای برگشتن مامونی و مامونی روش انداک دور در لورتی کام دل حاصل بکن که دیگه با امیر ارسلان نامدار روش تاب نماند. به تاشا چه پشت پرده در نات نعره کشه که ای خانه خراب چه کار مکنه ببه که من رستم. شیرگویا وشی چه نعره امیر ارسلان واهما بی ترسیتی. برگشت نگاهی کد امیر ارسلان دید نعره جد ای مادر بخدا حرام داد در این وقت در کجا تو بیته که ترا بیدا
آورد. مامونیری رها کو به طرف امیر ارسلان تد. امیر ارسلان خنجر زمردنگار را رو بود، یعنی چستی کو وجه زورتی دستی کنه زرنگ بازی شی هنچین وجه خنجری به تبل به ڈولا لاپا آ کچکه جتی چوک خیار وشی، چوک خیار تر سر تا سر وشی لاپی درد دل روده دنا رتکن به زمین کپت. ما منیر امیر ارسلان پیرمرد هر سه شکر خدای به جا آورد. نعره خداوند در قلعه به گوش 400 نفر کشیشان برهمان رسید. بزرگ کشیشان گفت جماعت عاقبت ای پیرمرد مکار کاروتی کت پادایی که بگنده ای چه صدایی هستن. کشیشان سراسیمه و چه منزلان وتی دیم بد گنبد تد کن. وقتی داخل بیتن هنگامه که دید که خداوند و 70 زر کد و کامت وسط گنبد کپته سر تا سر دول لاپم شید پارا بیتا درتا و امیر ارسلان نامدار خنجر زمردنگار من دستین تی وشتاده خون من در تالار چو مثل دریا پر موج جنگه چه جانا آنیوشی درد ناگان همگی هم پریاد براد که ای جوان مادر بخدا خداوند شیرگویت و کشت مگه ما کلین جان به در ببره، یعنی برو دست خرام وتی چه کمره کشند به امیر ارسلان حمله کد. امیر ارسلان هم گو هما خنجر زمردنگار در میان آنیا کپ. پیرمرد زایده و تر بالای برج کلا رسید. ای زمانی که حاضر کتکتا بیتن آس جتا اپریتان که در کوپ پنهان بیتکتا تمام باد من تنور دورده و تارا به قلعه رسید. همه که پیرمرد اپریتان دید ورچی جماعت میلی ای حرامزادگان یکی پرار بکن. اپریتان میان کشیشان کپتن در یک دمی گوشی هر 400 نفر به دوزخ واصله کتن. وقتی که امیر ارسلان چه کشک کشیشانی پارک بید روی صندلی نشت. مامونیری وتی کرا وتی نندن. پیرمرد زایده سک تحسین کد و چایی معذرتی لوٹت. بعد چایی گوشتی هنی تکلیف چه باید بکنه تا الحاق حرام زاده بشکن که ما خداوند آیی کشته نجات حاصل کرد زهم زمردنگارا زیری تو تچی و فتنه دیگه برپا کنته. اگر اول به جنگ آیی برو که ترسان آب پتیاره که به صورت اجدیا بیتگه منا گفتی تد نزانم چه بکنم تکلیف من چیم. پیرمرد و قربان گردم درست فهمته به محض که الحاق دیو بفهمی شیرگویا کشک بیته زهما زیری تو رو تچی باید اول به جنگ الحاق بریم. کشک مرجانه جادو مشکل نه باید همین حالا که نیمه شب هستیم آهسته بریم وارد اردو ببین که کسی نفهمته. بانده هم غفلتن به میدان برو و شر ای حرامزاده دفع کن. امیر ارسلان خبر پیرمرد پسنده تحسین کد. با 100 اپریت هم تاکید کتن که ناما منیگه میاری. امیر ارسلان مامونیر و پیرمرد هر یکی پا کوپگا وجه هر اپریتی سوار بیتن. اپریتان باد وجه گواد وتی تنور توکا وجه دور داد هوای چست بیتن. دو سر چشپا دیو چهره گوش گوسته بیتگا که وارد اردو بیتن. تمام اهل اردو در واب بیتگتن که امیر ارسلان اپریتان مرخص کو وتی و مامونیر و پیرمرزای چه پشت سراپرده رفتن. چم نگهبانانی که به امیر ارسلان کپ تمام و تر به قدم آن دور دا. امیر ارسلان تمام نوازش کدن داخل سراپرده بیتن وجه ده همه انگام ملک اقبال شاه ملک شاروخ شاه آسه بازی نشته بیتگتن آسته محبر کنگتن. امیر ارسلان پشت پرده اوشتاد اشکوتی ملک اقبال شاه
با آصف وزیر گوشت وزیر من ترسم پیرمرد زاهد به تنهایی نتونته کار مهم انجام بدنته. خدا نخواسته برای امیر ارسلان اتفاقی مکپی. آصف وزیر و قربان به آسوده به که بنده در رحم توقع دیده و نجات امیر ارسلان به دست پیرمرد زاهد هسته. انشالله امیدوارم در این روچان خبر کشی چه امیر ارسلان برسی. حتما کہتے ہیں ملک اقبال شاه گوشت وزیر ما پدا هم ترسون تا آیگا امیرسان یه حرامزاده اردو مایگا چه دیما چست بکنتے که امیر ارسلان پرده برچه تو داخل چادر بید سلامی کو همه تمام که چم ملک اقبال شاه و دیگران به جمال بی مثال امیر ارسلان نامدار کپتن نزدیک بود چه از ذوق کالب گوششانی بتون بترکی به اختیار و طرف پادان های دور داد. آصف وزیر گوشت هزار جانب قربانتی بتی قربان با خدا ترا هزار رنده شکر کنم به یک رنده دیگه به حمدالله سلامت و تندرست به خدمت تو رستم. امیر ارسلان تمام نوازش کتن و نشت بچه تعارف رسمی تمام سرگذشت وتی چه اول تا آخر قصه کد بیانی کد تمام شکر خدا به جا آورد. امیر ارسلان با آصف وزیر سپارش بازین کد که باندا ابدا کسی نامامنیگه در میان سپاه میاری مبادا الحاق دیو حرام زاده بتچی چه نو دیگه فتنه برپا بکن. آصف وزیر گوشت به چما چشم نی وجه بعد چایی چند جام شراب نوشید و بستر حریر پچ کد. امیر ارسلان در کمال استراحت بود. دیگران هم هر یک که به منزلان وقت رفتن در وقتی که بالاخره بستران وقتی رفتن در وقتی به یک سوار عرص خاور یک تنی وطر به قلب سیاه سپاه آنجام جته بالاخره شاه زنگ شی به هزیمت نهاد. دیگر روچ آدم وجه که روچ درد کشید. دیگر روز که این لعبت زرنگار برآمد بر ایمان نیلی اثار به تخت افق شاه آنجام نشست وزو بر سپاه شب آمد شکست. در آیگاه روز جهانتاب دو سپاه کینه‌خوار عزم عرصه رزمگاه کد چو دریا به موج درد کن و رو به میدان درآد. امیر ارسلان نامدار چو بابا پادت کو به حمام رفت سر و کله وتی چه گرد و غبار شست شوی کد در نه سر تا پاد گرک دریای آهن و پولاد بید و پوشیدی بپوشد اول یل نیک بخت سبک روح جوشن به بالای ره چار آینه چون چار آفتاب ز فولاد بست آن یل کامیاب درشت ابلهی از برای نمود یزد آن یل شیر سهولت به خود یکی خنجری از اجل تیزتر ز مژگان معشوقه خون ریزتر بزد بر کمر تا به وقت جدال ببرد سر دشمن بدفعال چو رستم دستان سام نریمان چه سراپرده در نهاد مرکب سرتکا پولاد رگا باد رفتارا سایک کردارا برک سیر آتش وشی همه پیما سایک کردار وجه حاک مزاجا گو زین مرسه و لگام لال کتو دیوان مرکبی که اگر هی بر او زنی آرد برون ز کاسه سم مغز روزگار. امیر ارسلان نامدار و مرکب سوار بید آن ترک و سرخ جامه سوار سمند شد یاران حذر کنید که آتش بلند شد. شی مانند سهرابیل چپ به خانه زین مرکب نشت به طرف میدان کارزار روان بید در پشت صف اوشتاد در ای طرف صف جدال و قتال بسته بید پادشاهان در قلب زیر علم اوشتاد چه آ طرف الحاق دیو مانند پولاد زره دیو
اسلحه پوشت و زم زمردنگار به کمر بسته چون مثل پارچه کوهی داخل میدان بید. نعرهای برآورد: ای اقبال شاهرخ شاه، چقدر منشو معطل کتا. مرچی روچی هسته که به توفیق خدا شیر گویا سپاه تیگه چه دیما من چست کنم. خوش ببه یکی به میدان بیایده که یکی چه امیران اپریتانی دار گران شمشاد به گردنش گرفت و وارد میدان بید. رب در برابر الحاق دیو و استاد گرچی حرام زاده کج رفتار. چیه کتا که تمام لاپ بیجا جنه. مرچی روچی هستن که به توفیق خدا 18,000 عالم و آدم خاک به کاسه سر تو سپای بیته. چه ای خبره وشی گنداب طبیعت حرامزاده به هم وارد. دستی بر قبضه زم زمردنگار رسن که طرف آپریتا حیجت که لوٹتی دفی بکن. هنچین وش پرکا جتی که چه میانا دو پاده برک زم وجه نمودار بید. دو پاره پیکری به زمین نکبت. الحاق دیو نعره برآورد: مردی لوٹه. اپریت دیگه به میدان رفت. کشک بید. خلاصه در یک دم 5 تن چه شجاعان اپریتان به هلاکتی رسید که دیگه طاقت به امیر ارسلان نامدار نماند. تازیانه سم خاموش بر کپل مرکبی سرتک آشنایی کد به میدان در برابر الحاق دیو دهنه به میدان مرکبی جد اوشتاد. ناگان چم الحاق دیو حرام زاده با جمال امیر ارسلان نامدار کپ عجله وشی راه با چم وط دید. لورتی پرار بکن. عجلی دامنگیر بید به خاطر جمعی و زم زمردنگار اوشتاد. امیر ارسلان به طرف الحاق حجتی که مادر به خطا حرام زاده میدان چه نر شیران خالی دیده که لاپ منجنه. مرد میدان تو منو الحاق گوشت. خانه خراب چه حیله به کار جته که چه بند خداوند نجات حاصل کو و به میدان منت که همانا همه پیما عجله ترارتا. امیر ارسلان کاکا کندت و گرچی حرام زاده خداوند تی کشت. من جهنمتی منتظر تو هستم. بیا که ترا هم پهلو آیی دیم دوم. چه ای خبر چه جان الحاق درت گرچی حرام زاده خداوند کشتم. مگر من کلون که تو وقتی من چه بکنه برو بای وجه مار نه لگه زنگ ساعت سلامت بای.